سلام دوستای بهتون اومدم با یه ترکیب بی‌نظیر. اول چیپسا رو قشنگ لیت میکنیم و کم کم لایه به لایه پنیر پیتزا رو اضافه میکنیم که کلا ترکیب لایه لایه به هم بچسبه. بعد سوسیس یا کالباس، حالا فرقی نداره چه کالباسی و چه سوسیسی اضافه میکنیم و باز هم پنیرمون رو میریزیم که گفتم که قشنگ به هم بچسبه. و بعد سیب زمینی که سرخ کردیم، حالا به دلخواه هم میتونیم اضافه کنیم هم میتونیم اضافه نکنیم. دوباره بعدش لایه لایه پنیر پیتزامون رو اضافه میکنیم. بعدم خیارشایی که از قبل نازل نازل خورد کردیم و روی مواد میچینیم و دوباره باز پنیر پیتزامون رو میریزیم همینطور به ترتیب. به دلخواه سس گرجه، سس توم یا هر چیزی. و داخلم باز پنیر پیتزامون رو میریزیم. و آماده میشه که بریم. روی دمای 170 درجه میذاریم و شعله بالا رو روشن میکنیم و در آخر 20 تا 25 دقیقه میذاریم بمونه. مواد رو میذاریم توی فرن و صبر میکنیم که فرنمون تنگ شه. البته منتظر مثل یه بچه کوچولو که ذوق یه چیزی رو داره میشیم و نگاش میکنیم. و به چیپس ما، پیتزای ما آماده است. حالا اون بچه بشه که با کش اومدن پیتزاش ذوق میکنه. لایک فراموش نشه.